کمیته انداز تاجیکستان امروز در نشست خبری خود اعلام کرد که از حساب درآمد کمی شرکت‌های موبیلی تاجیکستان به بودجه کشور 80 میلیون سومانی کم وارد شده است. این سال دوم است که کمیته انداز تاجیکستان در نسبت شرکت‌های موبیلی تاجیکستان اظهار ناراضگی می‌کند و میگه که درآمد کمی آنها باعث کمبود در بودجه کشور شده است. سال گذشته نیز عین این شکایت از زبان کمیته انداز شنیده شد و در آنجا گفته شد که بیش از 100 میلیون سومانی از حساب شرکت‌های موبیلی به بودجه کمبود وارد شده است. اما در عین زمان شرکت‌های موبیلی تاجیکستان میگویند که هم کمیته انداز و خدمات علاقه تاجیکستان به آنها مانع‌ها ایجاد می‌کنند. ساحه مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش‌های رشد کننده اقتصاد به شمار می‌آمد، ولی در 2 سال اخیر 3 شرکت سل، میگافون و بیلاین از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. از جمله شرکت بیلاین 151 میلیون سومانی، میگافون 150 میلیون سومانی و سل 155 میلیون سومانی جریمه شدند. 2 شرکت اول در بحث‌های دادگاهی مغلوب شدند. همچنین خدمات علاقه تاجیکستان با بیشتر نمودن خدمات سیمکارت و گاه و ناگاه و در وقت و ناوقت قطع کردن خدمت اینترنتی نیز یک مشکل زیادی را برای شرکت‌های موبیلی پیش آورده بود و این همه باعث آن شده است که صفت و کیفیت خدمت شرکت‌های موبیلی در تاجیکستان اندک کاهش یافته و باعث کم وارد شدن مبلغ به حساب‌های آنها شده است.